ما از شما علم میگیریم، مقصد از اینترنت، مقصد از یوتیوب، از دیگر کسا همین چیه در خودمون کنیم که همین یک کسی که علم میگیریم، مثال علمش پر است، مقصد طغری است، از اون بگیریم. بعضی آدما هستن مقصد خواندگی چی هستن، بعضی عملایی دارن که اگر آدمی به علم باشه مثال دلش ناجا میشه. برای همون خیلی در خودمون چیز شویم که از یک کس علم میگیریم، با پرگی با دل چیز مقصد علم گیریم از همین اینترنت، از یوتیوب. بله، اصلا آدم ها در زمانه های قدیم علم را یعنی از یک شخصیتی می گرفتن که دینداریش و امانتش معروف باشد، شناخته شده باشد. یعنی یه آدمی مجهول الحال و مجهول العین نباشد. مجهول العین یعنی او کی بودگیش معلوم نیست، نه نام دارد، نه نسب دارد، نه هیچ چیزی ندارد، اون مردم هم دیدگی نیستن. مجهول العین. مجهول الحال حالتش معلوم نیست که خودش در پنهانی پشت پرده چی کار میکنه. از این خیلی انسان ها علم گرفتن ممکن نیست واقعا. اکنون عین حال برای مردم ما مشکل شده است، چون که در داخل علم رسانیدن مشکل است و دیگه مجبور هستید از به واسطه اینترنت میگیرید. برای همین احتیاط میکنید، یعنی کوششو هر یک، به قول بعضی علما، هر یک شخصی عامی هم به قدر خودش مجتهد هست. یعنی در انتخاب استاد اجتهاد میکنه. استاد باید دو صفت داشته باشه. صفت یکمش متخصص باشد در ساحه‌ای که تعلیم میدهد. اما علم های دنیوی اجازت است. علم دنیوی از آدم کافر گرفتن ممکن است، خیلی که در صحبت گذشته هم گفتیم. مثلا زبان انگلیسی می آموزید از یک انگلیچن، زبان روسی می آموزید از یک روس، هیچ گپی ندارد. یا بگذار فنهای دنیوی، طب باشدم، خیمیه باشدم، فیزیک باشدم، استرونومی باشدم، یا مثلا علم کامپیوتر باشد، علم اقتصاد باشد، علم های دنیوی اجازت است. علم دینی مراد علما میگفتن که ان هذا العلم دین، این علم دین است، فانظروا عمن تأخذون دینکم، نگاه کنید که این علم کی میگیرید، دین از کی میگیرید. یعنی صفت یکمش باید متخصص باشد، یعنی علم شرعی داشته باشد. صفت دویمش این که امانت نگهدار باشد، یعنی هر چیزی که علم میگوید همون نگوید. سیاست یک کشور یا طرز یگان گروه یا مذهب به پیش گرفته ایستاده خیانت به علم نکند. روی خاطر یک چیز دیده ایستاده آن چیزی که میداند و پنهان نکند از مردم، یعنی حقیقت بیان کند. از همین آدم علم گرفته میشد. در این مسئله یعنی آدم عامی اجتهاد میکند. من بعضی عامی ها رو میپرسیدم که فلان داملا علمش بلندتر از یا فلان داملا، میگفت که فلان داملا جوابی درست میدادم. تا نه، جوابت درست است، یعنی تو فهم داری، عقل داری، نظر میکنی، گوش میکنی، میسنجی، از دیگر اهل علم میپرسی. همین گونه یعنی برای خودتان یک انتخاب میکنید. عموما مادامی که از شریعت بیرون سخن نکند، هر چیزی که میگه در قرآن هست، در حدیث ها هست، در کتاب ها باشد و درست فهمد، از اونها علم گرفته میشه.